سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام عکس گرفتن از صفحه کامپیوتر و لپتاپ رو آموزش بدم. روش ها و برنامه های زیادی هستن ولی من بهترین و سریعترین روش ها رو میخوام بهتون آموزش بدم. روش اول، یه موقعی پیش میاد شما میخواید از یه تصویری، از یه فریم، از یک فیلمی عکس بگیرید، حالا به هر دلیلی. مثلا من میخوام از این تصویر عکس بگیرم و اون سایت اجازه ذخیره کردن عکس به من نمیده. مثلا روش اول، استارت رو باز میکنم، سرچ میکنم اسنیپ. این برنامه رو باز کنید. اسنیپینگ تولز همون معنی قیچی و برش رو میده. اینو که بزنید، شما با زدن گزینه نیو وقتی صفحه کم رنگ بشه باید مکان مورد نظرتون رو انتخاب کنید. به عنوان مثال من میخوام از اینجا تا اینجا انتخاب کنم. انتخاب کردم، الان این صفحه باز میشه. اگر اشتباه انتخاب کرده بودم که یه بار دیگه نیو رو میزنم و از اول انتخاب میکنم. اگر درست بود ذخیره رو میذارم، سیوش میکنم و یه اسم رو میذارم واسهش و ذخیرهش میکنم به فرمت PNG یا JPEG. اگر میخواید مستقیم ایمیلش کنید، این گزینه رو میزنید. اگر میخواید چیزی بهش اضافه کنید، چیزی بنویسید با این گزینه پن. اگر میخواید جایشو هایلایت کنید با گزینه هایلایت، مثلا ریش. و اگر میخواید پاک کنید با گزینه پاک کنه، همین ایریزر و ذخیره. یک. خب روش دوم، از کل صفحه عکس بگیره و اونم از رو کیبورد کامپیوتر دکمه پرینت اسکرین رو بزنید. من الان زدم. خب واسه اینکه عکس رو ذخیره کنید نیاز به برنامه مثل فتوشاپ یا پیست دارید. حالا من پینت رو باز میکنم. اینجا یا کنترل وی بزنید یا سلکت رو بزنید و کلیک راست کنید و پیست کنید. ببینید از کل صفحه عکس گرفته الان. و خب با این گزینه میتونید ذخیره‌اش کنید. این با اسنیپینگ تولز بود، این با پرینت اسکرین که البته میتونید بازم برشش بدید. دوستان امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.